گفت به نظرم آقا درس جامانده جزوه ناخدایی یاد پسرش داد. گفت تو همه کتابا، همه دانشکده، تو همه تبلیغات تلویزیونی در آوردن پول یاد میدن، مثلا یه دانشی چطور پول به دست بیاریم. گفت ولی آقام هنر خرج کردن بلد بود که یه چیز جداییه. آقام شأن قائل بود برای زنش، برای مطبخش، حتی اگه نداشت، حتی اگه میرفتی خوراک قرضی می آورد. و من این داستانم خیلی بهش فکرم یادم میاد و هست تو زندگیم. آدمایی که حقوقشون مثلا 16 و 500 معلمه فلان 17 یهو میان خونم مثلا ببینم تا یه دستش یه آب میوه هم از سر کوچه کی گرفته آورده. میگم خب علی جریان چه؟ میگه خودم خوردم، بعدون خیلی آب میوهش خوبه، آب میوه فروشیتون خیلی خوبه، یکم برای تو آوردم. من حداقل 3 برابر او درآمد ماهیانه من. ولی من میگم این آب میوه اولا که تو کوچه بودی میخوردی میآمدی، مگه من دیدم چطوری تو چطوری اینقدر پول قشنگ خرج میکنی؟ تو چطوری همه آدما تو جیبت دخیلن؟ چطوری شریکن؟ چطوری اینقدر دلشوره نداری؟ چطور سفرای شیک قشنگی میری؟ ماشینت بیشتر من کارواش میبری. میگی نه ماشین باید تمیز باشه، داشبوردش باید پارچه کشیده باشه. من خیلی بعد این قصه فکر کردم که خب هنر خرج کردن یه چیز جداییه. دارم از چه حرف میزنم؟ الان به نظر خودم از 3 تا اثر ادبی حرف زدم. آیا جایی ثبتن؟ نه. آیا یک شابکی دارن از کتابخونه ملی ایران؟ نه. آیا به درد نمیخورن؟ به نظر من تا قیامت به درد